سلام دوستان، میخوام یه نکته آموزشی که بزرگان فارکس در بازار راجع به این که من وقتی که میخوام معامله کنم بیشتر نقطه ورودم و در جای قرار میدم که میخواد حد ضررم بخوره، یعنی نقطه ورودش رو میذاره جای استاپش و جای نقطه ورود استاپش رو پایین تر انتخاب میکنه. اینه که بازار واقعا هوشمنده و میدونه وقتی که معامله گرایی که سبک پراکس اکشن یا اوردر براکو دارن، وقتی که میان یک ناحیه انتخاب میکنن بعد یا ارزم بزرگتون نواحی متفاوت انتخاب میکنن، بزرگان بازار هم همین نواحی رو میبینن و در نظر دارن و برای اینکه بیان خیلی از معامله‌گران رو از چرخه خارج کنن چیکار میکنن؟ میان بالاتر از اوردرها، یعنی جاهایی که تشخیص میدن استاپ ها هستش، میتونن بیان اوردرهای سنگینی رو میذارن، استاپ ها رو میگیره، یه نقدینگی رو جمع میکنه، بعد از جمع شدگی که دریافت کرد یه در جهت یا خلاف جهت با سنگین وارد معاملات میشه. خیلی از کسانی که تو بازار هستن در این محدوده وارد معاملات بای میشن و استاپشون در این قسمت قرار داره و همچنین خیلی از با معامله‌گرانی که سلر هستن بعد دیدن این کندل و ضعف خریداران در داخل این کندل میان زیر این اوردر سلشون رو میذارن، استاپشون بالای این ناحیه یا بالای همین کندل. بازار چیکار میکنه؟ یک حرکت پرقدرت صعودی میزنه، میاد از طریق این شادو استاپ ها رو جمع میکنه، استاپ هایی که در این محل جمع شدن. خیلی ها الان اینجا سلر بودن و استاپ هاشون بوده یا ریسک بیدی کردن و هنوز داخل معامله هن و بازار حرکت میکنه، استاپ ها رو میگیره، اوردرهای بایو فعال میکنه و همچنین ریسک بیدی ها رو میزنه و شروع میکنه به ریزش در جهت. کسایی که الان بازار داو دارن رصد میکنن، فالوش دارن، اگه در نظر بگیرن ما اینجا یک حرکت خرید رو داشتیم، بایرها بودن، دوباره بازار اومده پایین، چیکار کرده؟ کسایی که اینجا بای زدن استاپشون اینجاست و کسایی که داخل معامله هستن ریسک گیری کردن و خیلی هایی که منتظر بودن این ناحیه بشکنه و بازار بریزه اوردرهای سلشون رو گذاشتن، بازار اومده همه اینا رو فعال کرده. فردا باز من این مستطیل رو میذارم ببینیم به چه شکلی حرکت خواهد کرد و فردا راجبش توضیح دادیم. و این حرکت الان بهترین جا به نظرم برای خریده، چون ما یه جمع شدگی و گرفتن نقدینگی رو با این شادو داریم. قیمت خریداران اومدن پرقدرت و این هایو گرفته. الان داو جا برای خرید داره که از اینجا شروع کنه قیمت برای گرفتن سطوح متفاوت حرکت صعودیش رو شروع کنه و به سمت اعداد بالاتر حرکت کنه. من این رو همینطور میذارم که فردا راجبش بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنونم و سپاسگزارم.